سلام تقدیم میکنم با تک تک شما عزیزای دل در هر گوشه دنیا که هستین. صبح همگیتان بخیر. امیدوارم که جور و صحتمند باشین، سرحال باشین، لباس عافیت بر تن داشته باشین. امروز صبح وقت آمدیم که با همکارم مرزیه جان یک صبحانه آماده کنیم. قبل از اینکه برنامه دیگر را شروع کنیم میخواستیم یک صبحانه عوض کردیم دیگه. شما عزیزای دل هم بیننده باشین تا ببینید صبحانه ما چی است، ما چی آماده میکنیم. مرزیه جان بله سلام خدمت تمام عزیزان. امید صحتمند و سرحال و از گزند روزگار در امان باشید. گرچه هوای ما یک ذره سرد شده، ما هم یکم مریض شدیم دیگه. عزیزان خدا نگاه کنین از سردی ها خدا نخسته مریض نشه. امروز دیگه آماده میکنیم شیرچای امرای پراتا. بله دوستای عزیز، امروز مرزیه جان تصمیم گرفته که یک شیر پراتا آماده کنه دیگه. البته کم زده صبح وقت است، چون صبح وقت آمدیم صدای ما گرفته است دیگه تا پس هم نرمال میشه. تو مرزیه جان بله. خب شما بیننده باشین عزیزای دل، ببینیم که ما پراتا آماده میکنیم که شما همین تو پراتا کدام وقت آماده کردین یا امروز تازه ما آماده میکنیم؟ بله شاید دوستا آماده کرده باشه، مطمئن هستم شما دوستای عزیزم آماده کردین دیگه. آمادهش میکنیم، نوشیجان میکنیم، گوشنام شدیم تا این صبح ما از در شما عزیزای دلم نوشیجان میکنیم. بله شما بیننده باشین. شیر ماندیم دیگه اینجا که جوش بیاد دیگه. اینا شما ما زغالش میکنم خام. او زغالش بسیار کلان نگیری که بسیار خرد باشه، یعنی که اما قدری بس است دیگه. بی خوبش که اینا خمیر ما تا زغالش ها آماده شوه. بله و شیرمون دالت جوش دادن است دیگه. جوش آمده شیر ما جوش آمده دیدم کم میکنیم. اینش هم سرش مندازم. خب ایل است. بله خب اینا تو چیز که خود زغاله رو برد بیتون باش که میگیرم روشن کن. چیز مرزیه جان پراته که در بیرون پخته میکنه در بازار منظورم. باز امروز که تو میخوای پراته آماده کنی کدام تفاوت خاص داره؟ در بازار خو چیز است آرد چی؟ آرد خوش دیست؟ اینجاست. در بازار پراته پخته میکنه. خوب اینا ما به خاطر که نه که روغنش کم بند است، روغنی زیاد نداره. خود در بازار اینا باز ایروار میکنن، در بینش روغن میکنن، باز زیر لوله میکنن، باز پس کبله کرده میمونه باز یعنی در بینش هم در وقتی چی هم دور کردنش هم روغن میندازه. یعنی روغنش زیاد میشه خیلی. خب باز روغنش قسم زیاد میشه. منتها ما خمیر خود زغاله کردیم دیگه. ماندی که به حساب چی میگن فرایانه هم تو خمیر آماده شد. زغالش برای چون خم نمیکنی؟ نه تو زغالش بفته یعنی زغالش بفته دیگه. این زغاله رو ما آورد میکنیم، روغن خودم ماندیم چیز میکنیم. باز منتظم پراته خود روغن که سرخ شد. بله از دل قسمی که مرزیه جان همکارم گفت در بازار تو که چی میکنه شوار میکنه در بینش هم روغن میندازه. البته اینم تو باز آماده میمونه. قسم باز روغنش زیاد میشه، زیاد روغنی میشه دیگه. شما اگه خواستین که آماده کردین باز قسم مثل ما آماده کنین چربش کمتر میاد چون روغن زیاد نقص داره. بازو بخی لا بلا میشه روغن میره دیگه. دمولای دلایه روغن میشه. باز روغن زیاد خودتان میفهم که زیاد خوردن روغن فایده نداره. وزنتان هم زیاد میشه، باز چربی بدنتان هم زیاد میشه. در کل دیگه روغن زیاد فایده نداره. گوشنام شدیم بسید دیگه. صبح خاله مسخره میخزنی بخیر که بر پراتا آماده میکنم. خب ما بر تو میکنم، ما بر خود نمیکنم. نه تو نمیخوری. مریضم هستم من دیگه نمیخورم. من بر تو خیلی ببینیم مطمئن هستم وقت آماده شد دو کار میخوری خیلی است. دو تاش گپ نیست دیگه. دو سه روز پیش هوا سرد شد. زیاد سرد شد. رفتم بازار میخوام چیزای گرم گرفتم. تنها رفتی بدونی ما؟ دیگه تو نبودی دیگه کار داشتی.
باز چی گرفتی؟ پاکوش گرفتم از کجا؟ از لیسه مریم. خوبش بود؟ چیزای جدید آمده؟ گرم است آقا، گرم است که مثلا بپوشی هیچ اصلا نفس نمیکنه. در رخصتی این رفتی؟ پای آدم که گرم باشه تمام دیدم سن قربان ما سرشا خوب خیلی دیگه مرم لیسی مریم ببرم باز دیگه میبرم چند وقت است بیتون ابر آمدیم خرید نکردیم این عوام سر چه چیزای زمستانی باید بگیریم دیگه چکنی بار شد باری بگی زمستان شد زمستانی بگی دیگه زندگی نمیز دیگه دبار خوش است یا زمستان من طبیعت گرگ دارم هوای زمستانی سرم میاد خب دبار برف کشه و من قشات میشم که پس اثر جوان میشم تابستان کم زدم باز هستیم روزای برفی هستیم بیا دیگه انشالله میباشیم باز این کت روغن پخته میکنی این خوشی چایش هستی؟ اون شیر آماده دیگه چیزم نفکر شیر چای خب دوست عزیز شیر پراته شیر پراته مرزا جان امروز بسیار پراته آسان آماده کرد که شما اگر خواستین کدام وقت میلتان آمد میلش آمد پیشدایش آمد اما قسم آماده کنن دوستایی که در خارج است در اینجا بودین مطمئن است مادر جانتان آماده کرده بودن براتون دیگه خودتان هم میتونین در اونجا هم قسم بسیار رادیست دیگه آماده کنین براتون اگر شما دوستا بر ما آماده کنین براتون اگر روغن درسایش روان کنین که ما ببینیم شما دوستا آماده کردین هم روغن هم خواستن میتون روغن کم پرتن زیاد روغنی که از خواست میتون روغن زیاد پرتن از این بود دیگه خوب میشه نیشیر جای پراته چون هوا سرد شده دیگه باز در تابستان خونه میشه آدم زیاد گرمی باشه یعنی چرب بخوره مشکل است ما پریز هستیم دیگه ما بر تو آماده کردیم تشکر 4-5 کیلو سلامت باشی میفهم زیاد دوست دارم نه یک دانه رو بخو خیر است کافی نیستم میبینید دنیا حالت هم روغن زیاد جاست میکنه طبعا چیزی که معمولا در بین روغن پخته میشه بازم دیگه هر چقدر که روغن شام کم باشه خود روغن در خود زیاد جاست دیگه یگان دوستای ما این پراتر چلپک میگن چلپک؟ خب بله سعیس نیست دوستا درو خونه گفتیم بخاطر که خب زیادتر فاملای دوستای ما که هست نم تو به زبان خودمون چلپک میگن چلپک هم چپلک؟ نه چلپک بسم الله خوب که بگم ساعت ما باز کن میباشه از کجا باز میشیم تو؟ اینم چیزای خارجی میبشیم نمیفهم چیزا باید آماده شد بگذاره ایده کم کنم اینجا بسیم اینا روغن داغ آمد زود دیگه آماده کن که زود کنم دوستای عزیز دیگه ما این آماده کردم میریم چی میگم پراتر بله از شما یک وقت فقط کوتاه میگیریم ما دیگه شما بیننده باشین پراتر آماده میکنیم باز انشالله که از طرف شما نوشجان میکنیم و نوشجانش هنوز وقت زیاد مانده شیر پراته
سعی که پس ماندینه من اینا چقدر زیاد آماده کردم سر مقال که دیگه واقعا انداختم در سایز دیگه گپا جور که دیگه جور که شیر پراتا نه اصلا من چی خود تو میگی دسته وقت از خواب بیدار کردیم شیر پراتا نه سعی کن که شیر بخوری که هیچ خانه تناب ببین من شیر خوش ندارم دوستی؟ شیرم خوش دارم دیگه زیاد نه شیر یک کمک یگان وقت میخورم از از شیر کیلو قطعی رو خوش داری؟ دیگه که خوش دارم هیچ مزه خوش دارم اینه خلاشت خوب بله دوست عزیز شما دیدین که ما پراتا آماده کردیم امروز شیر میخوریم دست و وقت مرزش جان بسیار فایده داره او دختر برای چی براتون پخته کنیم خوش ناشد خوش از موزار میتونم چرا خوش داری که باید پخته کنیم دست و وقت باش فکر کنم دست و وقت مزید قنزت علاقه من نیستم باید این صوبکی که او خود سربت میخواد فقط که دیگه ما نیمای رمضان که میشه نه رمضان خوب مزه میتونی؟ عادت آدم میشه دیگه وقت هم حق میگم من در ماه رمضان خوشی میکنم شامکی کازان میتونم میگم از این بخورم از این بخورم باز آزان که میتونم هیچ خلاص چقدر مواز میدی چقدر در ماه رمضان روز برکتی میشه ماه رمضان هر چیز پیدا میشه چی بیدی آفرین در کاری باریستی بیاسته آشپز بسون خیرات کالسو وقت کساندی که ربریم کشال هست جور میشه نال شیر پراتر که خوردم جور میشه بسم الله میده چرا او دختر سیکنجایی رو جور کردی؟ من سیکنجایی قلب رو جور قلب است خب من قلب خوش دارم قلب خود مثلا امروز قلب خودم میخورم اینی قلب من است قلب خودم بخورم همین صبحانه که بیرو برای صبح که وقت ما چیز میرفتیم بس در این اوتالا بس دو تا نفرش باز یک شیر جوش میکنی یکم پراتر جوش گفتی اگال بیرو بار است هر از بیاز پراتر که مردم خوش دارم ما تو نمیخورم این روغ نیست دیگر زیاد میخورم زیاد میخورم خصوصا در اوتالا که صبحانه بریتن شیر است پراتر شاق کنم میکنی نوشتن مردا زیاد خوش دارم خبر نشه مردا کم شکنده نیستی صدا مور نشه که تو گفتم دیگه کس نفهم شما خود نشنیدین دوستای عزیز که نظر بزنه رستم مردش کم مردا خوراک زیاد دارن این وقت میوه و یاد میشه تربوز خربوزه و یاد بری در سرک کراچی این بریم دستایش بیا با خدا باور میگیر با چطور بگی بیاش کبوسته یعنی هر چیزه بادرنگه راست میگی دیگه او خوب پاک صرفه من ایش بیرون به خدا خوردن همیتون میشه باز خربوزه بادرنگ بچه ها بیاز دقصیش نیست دیگه ماشالله دمی کراچی سوپ هر جای برابر شده دیگه زده رایزه خب خیر از دیگه مقصد در جانشان بشینه ما یک دقیقه آزار دادیم خفه نشده باشین از زای دل که نه اقت است فکر شوخیگه کردیم با حساب گفتیم بازاران که از در خانه زیاد خوراک می داشته باشه همین شویایشان که برای دیگه باز پیشی خود تمثیل میکنه هیچ دلم نمیشه همین که از خانه برامد دیگه باز خوردن از ایکو نه باز من میخورم بیغم دیگه این آماده شد این حال دیگه دسترخوان بزاور کنجا بریم نوش جان کنیم در مامی بدی آماده شد این حال باز برادرتون میخیزه پدرتون میخیزه بر از او خوش داره بیچاره این حال باز بشنوان باز نشرمن که نخن باز بر از اون تیار کوی دسترخوان میشن دیگه ما شما میشنیم بسم الله این روغن بسیار خطرناک سوزخت است
دیگه ما چی پختم میکنیم او دفعه بود آشپزی دیست سوختم سرمیز مونده بودیم که ما برمی خطر که این میمانیم چیزا رو که ما چون کی بود که این تاوی روغن دمی سر پایش رفتید امی دفتن پایش برخ خولا زد از زای پر صحنه بود خیره چیزا آشپزی تو کارا دارد آشپزی که دستت نسوزد تو از کجا بفهمی آشپز هستی نه دیگه که دست سوخت پای سوخت او آشپز نیست گپ نیست خیلی آدم متوجه باشه در کار یک دفعه خب میسه هر چقدر متوجه هم باشه اینا لگن اینجا تو رو میموندم خودم چند دفعه سوختم دارم ما از هم خاطر اینجا ششتم چون که ما خموم سعی پورا نیست به او خاطر ترسیم تاور ساتم دمی تو ما کنال را خوردم پس میرم خال میکنم توبه باز خواهد شد باز وزن زیاد میشه ایرک خوردم باز خواه خود پرا میکنم یکی دیگر خوب دمی تاوا بولانی دیگه چی بولانی مزه میکنم خیلی خوشی باز چند خود بولانی خیلی چند وقت باز روغنی تامسیت روغن نخوب وزن نه من روغن آقازیت خوش ندارم من نمیخوایم وزن زیاد چه همی وزن فعلا بسیار کافی است برم اینه دیگه مرزه جان تمام شده جانا خلاص شد دیگه چیز از زایدل قسمی که شما بیننده بدین مرزه خانم پراته یا هم شما زیادتر از زایدل مایره چایپک میگه چلپک و یا پراته آماده شد دیگه سر سفره میریم و نوش جان میکنیم شما بیننده باشین از طرف شما هم میخوریم بله اینا لازم تو چند تا باید بخوری؟ 5 تا بخاطر تو فوش چون وقت از قبل خستندیم بسم بر ما 2 تا مندازه نه دیگه داره چی میکنیم و توی اگه جلوس میکنیم ما این مشکل اینی رو بخور که بخاطر که روغن نیست برای یخ میکنه گرم میشه خوش یخ قلب میچکنی آمده سو وقت میخوام قلب میخورم بله دوستای عزیز شما هم دیدین که خانم مرزه جان همکار عزیزم پراتا را آماده کرده آماده خوردن است که میخوایم نوش جان کنیم از طرف شما زایدل هم نوش جان میکنیم دیگه قوق ما را خیستندال باش که چند تا پراتا هم بخوریم دیگه بسم الله کده شروع میکنیم مرزه جان از دیگه صبح خدا شروع میکنیم با شیر و پراتا شیر و پراتا بله من دست می پاکنم چربش نسید بسیار چرب است مردم دختر روغنی تو فشار نداری نه؟ نه دارم فشار ما پایین است خب خوب قاقا ماده این هم دیگه بخور و بابا بسیار مزه‌دار تشکر دوستای درد نکنه دو شب جان خب از زایدل برنامه به پایان میرسد براتر ما نوش جان میکنیم از طرف شما از زایدل ما نوش جان میکنیم تشکر از زایدل که بیننده بودین شما را به الله یکتا میسپاریم وقت بخیر خدا حافظ لایک کامنت شیر سابسکرایب کامنت های مقبولتان یادتان نره زایدل منتظر نظراتتان هم هستیم وقت شما زایدل خوش به الله یکتا میسپاریم خدا حافظ جور زنده و سلامت باشین عزیزان خدا حافظ تان با امید از اینکه شما بتونین پراتا پخته کنین بخورین شیر پراتا دیگه نوش جان ما شما از طرف شما هم میخورین سلامت باشین روز شبتان خوش